در ناحیه وسه در جماعت دهاتی به نام عبدی‌آوازов دهه گلابود این باغ گیلاس میباشد. با ایده کامل نظرов و زحمت اعضایان خوجگی دهقانی نیم 2010 5 سال پیش بنیاد شده است. با مصلحت پدر کامل یکی از اولین ها شده در این ناحیه همین گونه باغ بنیاد کرده است. با این عمل جوان مردانه کامل ثابت ساخت که در ناحیه وسه هم گیلاس می شود. گیلاس اما خودم انتخاب کردم که گیلاس مقصد نیست در ناحیه وسه. گفتم همین متخصص را پیش پرسیدم همین چیز میشود. متخصص گفتم بله میشود. مقصد در ذهن این مردم وسه و همین خط زمین همین که گرم نمیشود. ما همین چیز اول پیشکی رفتم دیدم در ناحیه‌ای که گرمن مثلا شهرتوز قرغان دیدم کشیده. همین چیز اومدم کردم تو این پنجم ساله متخصص قدیدن که کار کردم فقط توصیه پرسیدم چیکار کردن در کار همش سری وقت کردیم میشیده مقصد همین چیز دیدیم که میشیده همین آدما میگفتن که نمیشه همین چیز نمیشه نکنین خودتون میننتین عذاب نکشین نکنین ما گفتیم که بعد خدای تعالی شید نشان نشه توکل به خدا بعد یای گلوس کردیم همین گلوس رو آوردیم شنوندن. در پرورش نیالها کامل از تجربه باغکاران شهری نو استفاده کرده است. نوریدین رستموف اگرونوم است. نیالها با مصلحت او شنانیده شده کارکرد کرده شدند. گیلاس سال ششم پورا حاصل دمیداره لیکن که از بس که این همه گفته‌های ما کرد و همه اگرتکنیک اجرا کرد پنجم سال دا وزی حاصلش نگذشت. این سال وزبین اومد عین حاصل وقتی برداشتن است وقتی دورچگیش قورگیش ده برف بارید بسیاری جا حاصل حسابی که نشد لیکن به همین نگاه نکرده اینجا حاصل بسیار خوب شده گیره. کارکرد نیالهای باغ مطابق معیارهای اگروصنعتی به راه مانده شده است. همین قدر قد دارند. مهمه آن همین گونه حاصل فراوان دارند. بهبودی دیگر این است که حاصل پخته رسیده به دشواری جمع آورده می شود. می اثبات کردنی بودیم که میشه در شرایط واسع در شرایط تمام کلوب همون سورتای همه خوبی گیلاس در تمام شرایط کردن ممکن. روز کمتر مهنت کردن در کار کمتر تجربه در کار دیگه هیچی در کار نیست. مهنت هم بسیار نه کمتر تجربه کمتر مهنت. در جماعت دهاتی به نام عبدی‌آوازov بنیاد باز یک باغ نو با مهیا گردیدن جایهای نوی کاری مساعدت نمود. در کارهای موسمی باغ گیلاس زیاده از 30 نفر ساکنان دهات با کار جلب گردیدند. شماره کارگران سال آینده از این هم زیاد جلب می‌گردند. طبق دستور سپارش‌های سپاسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان بهره تامین امنیت عضوقواری کشور در جماعت دهاتی عبدی‌آوازov نیز کشاورزان بغیر از زیرورتکاری باز به باغباری هم نیز مشغول شدند و توجه زیاد پیدا کردند. از جمله ما امروز در خوجگی دهقانی نهیم 2010 هستیم و می‌بینیم که باغی که اینها با زحمت و مثلا مهنت بسیار باغ بنیاد کردند و امروز حاصل یکمی اون را گنداشته ایستادند و می بعد نیز جماعت کوشش میکند که بهره رشد ساحه باغداری توجه کشاورزان رو باز زیاد نماید. متخصصان گفتند که گیلاس در اقلیم گرم مثل ناحیه وسه همین گونه شیرین و صفتش اعلی پخته میرسد. من صفات دیده است من کالیبروفکاش ببینید این کالیبروفکا در بازارهای جهانی کالیبروفکا 35 میگن 35 40 میگن. این کالیبروفکا ترکیه هم در خیلی کالیبروفکا رد کرد. جا حاصلش همه روزا کاری حاصلش ای کالیبروفکا 30 بلنده. ای حاصلش در بازارهای جهانی هم کنکورنت способен نیده. همین جوابگوه. گیلاس را جمع‌آوری نموده در چنین قوطی‌ها جای می‌کنند. با همین ترتیب این محصولات برای صادرات آماده کرده می‌شوند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه وسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.